امروز میخوام براتون کلم پلو درست کنم. اونایی که حتی از کلم خوششون نمیاد عاشق این غذا میشن. کلماتو خورد کردی، یک ذره آب لیمو، یک ذره نمک بهش اضافه میکنی که کلا بوی کلم از بین بره. بعد میذاری روی شعله بدون آب. حتما بهش شوید اضافه کنی. یه رو با اصالت هم میخواد که ما آرنوش انتخاب میکنیم همیشه. پیجش هم تو کپشن براتون گذاشتم. بسم الله.